عزیز دیگریمون که خدمتتون عرض کردم خیلی بلند بالا برام نوشتن که گفتم وسواس دارن و نمیتونن حتی نماز بخونن و غیره. ببینید وسواس قابل درمانه. وسواس یک اختلال اضطرابیه، قابل درمانه. اما وسواس میاره. وسواس اگه وسواس درمان نشه، خودتون اینجا برام نوشتید نیازی به دکتر اعصاب و روان ندارم. نمیشه. وقتی که شما به این وضعه که برام اینجا نوشتید به این صورت شدید، دائم لعن و نفرین میکنید و مواردی که علمی که اینجا گفتید و حتی میگید جوری شده که نمیتونید نماز بخونید، نمیتونید قرآن بخونید، ذکر بگید، یعنی به این شدت شده، داره به وضعیت وخیم میرسه. وسواس میره. اگر وسواس درمان نشه، خود وسواس میره. خود وسواس و به حدی میرسه که فرد از خودش و دیگران از اون فرد بیزار میشه. همونطور که الان نوشتید که با خانواده‌تون دچار مشکل شد. حتما مراجعه بکنید و درمان بکنید. درمان کردن، 1 سال دارو خوردن بهتر از این هستش که طلاق به ایجاد بشه. بهتر از که یک خاطره بدی در ذهن بچه‌هاتون ایجاد بشه. بهتر از این هستش که مادر موفق نباشید یا فرزند موفق نباشید. نمیدونم چه اعتقادی هستش که نباید داروی روان بخورم. حاضر هستیم که بدترین مشکلات روانشناختی رو تجربه بکنیم اما درمان نکنیم. و داروهایی که الان وجود داره کاملا متفاوت هست. داروهایی که الان وجود داره بسیار کمک کننده هست. علم پیشرفت کرده، داروهای بسیار نسل جدیدی وجود داره و همه اینها هم الان وسواس بیماری نیستش که درمان نشه. کسانی که میبینید درمان نمیشن، درمانشون رو کامل نمیکنن. پنیک اینجوری نیستش که درمان نشه. متاسفانه پنیک درمان نمیکنن. 2 ماه دارو میخورن، قطع میکنن. 3 ماه دارو، همین که مقدار اثر ببینن دارو رو میذارن کنار. نه، باید دوره درمان. شما مثلا آنتی بیوتیک 10 روز بعد بخورید، 1 ماه. بعضی آنتی بیوتیکا رو بعد 2 ماه بخورید. یه پا میشکنه 2 ماه بعد درگشت باشه. هر بیماری یک پروسه‌ای داره که باید درمان بشه و خیلی وقتا که دارو یک دفعه قطع بشه، علائم به مراتب بدتر از قبل بشه. پس این دقت رو باید داشته باشید.